سوالاتی درباره برنامه بیمه بیکاری اورگان. چرا باید هر هفته درخواست ثبت کنم؟ بابت ارسال فرم درخواست اولیه‌تان برای دریافت مزایای برنامه بیمه بیکاری تبریک می‌گوییم. قدم اول مهمی برداشته‌اید. موردی جهت یادآوری در اینجا. باید هر هفته یک درخواست هفتگی ثبت کنید. یعنی هر هفته درخواست ثبت کنید. ما به این بروز رسانی هفتگیتان نیاز داریم تا ببینیم هنوز واجد شرایط دریافت مزایای خود هستید یا خیر. متاسفانه اگر درخواستی برای یک هفته ثبت نکنید، مبلغی دریافت نخواهید کرد. در روز یکشنبه هر هفته می توانید برای هفته قبل درخواست ثبت نمایید. اما فراموش نکنید فقط یک هفته فرصت دارید تا درخواست خود را برای آن هفته گذشته ثبت نمایید. پس زیاد معطل نکنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ثبت درخواست هفتگی به مطالب زیر توجه نمایید.